Boyunca nomlar namikunam man 2 kitap nevesimdam çiğnenirsem, çiğte kitap guftam. Ama yine guftani nestam vakti kıymeti şuman nevegiram, lekin ben arkadaşımın bazı tavsiye dodam. Çünkü tabii her yer insan Xudaş katı Xudo. Ma imroz dar Kafkazam korkadam yak sol ziyoda odamay to yaksıdı bir soruk diyem söz başlayam. Sebebi der uzunluğu şu dar çiz. Yakmaş odamay ki dibine ters olmaz. Yani kasba kinana dolar gayba demek. Araya emin bana kitapçı diğer nevisindeki ince furuşku bir ürün az stop bali stol içini. Bu hareket dar o yanda hazır mizravan muhtem ki barnamoyu dersi medeni stolu doktor kınıydı. Barnamoyu ki man kaşkardaki بعد بینی بخیلی حسود نوتوان بینی ویران کوری اینا کسر کوخه جامعه دایره میشد یک کسی گنده میکنه یک کسی اینفرماسی دروغ میتن همه همینو و ترسای تماوتی رو میفته من دادگی میشه برای همین یاد داغستانی مردم درباره ما کتاب نویسندگی اینجا خبر نام کتابش استریچ از گینیم بود من گفتم استریچ از دکتر توهیری کردم چون که تمامی همین چیزی dünya paydaşlığı fikri insan kutlayacak. Bence bazı maslahatları dodaki kutlayıcı eğer tamamı prezidentleri dünya doktor Tohiri Güçkuna da dünya can edecek. Eğer bu evi konuda metam emrin arasındaki miyani adamın şuriş savda, miyani adamın taksimi dünya, kurat şahsi, seri şahsi diğer ro ki güya o memnun mirat dünya. Barای پول مالو چه شده این سرش میخورد اینا با دیگر جان میمورد این زکان هست نه که اگر آدما جمعیت سالم کردن همش بواسطه یا دادن بواسطه فکر بواسطه سالم کردن آدم میشه. خوشحال با بسیار گپای زیاد میزنیم من نوبت شما دوستان محترم دکتر مناظر طاهری و شما عزیزان آن کس هم خسته شدن و شما هم از گوش کردن خسته شدید به خاطر خستگی شما را رفع کردن با کمال احترام شیروجان و رامیشجان نبیشه را به خاطر آوازخوانی و صحنه میخورم. مرحبا زیر کفگوی شما. مرحبا.
و رامزجان عزیز از نام استاد ارجمند و از نام همه حاضر اظهار منتداره میکنیم. هر کی را هر جای نبود کار بر بنیاد نیست، در راه معنی رفیق بهتر از استاد نیست. تا آن که طیف خواند و صاحب نظر شود، استاد مهربانی و خونی جگر شود. لعنت بر آن کسی که پس از ختم مکتبش از مهنت استاد خود بیخبر شود. استاد ما در اینجا احمد و بختیار و پاچامولایف تختمایک‌ها استادای ارجمند ما، استادای معنوی ما هستند. با کمال احترام و صحنه میخورم تا در حق شاگردشان چند ثانیه‌های خاطره گفته باشند که در نهار بمانند. مرحبا. ببخشید عذر می‌خواهم. ببخشید استاد محترم، ببخشید. استاد مرحبا. ویرسو. قدم به بابتر نی در حریم جان مشتاقان، تو صاحب خانه آخر چرا آهسته می‌آیی؟ مرحبا. دوستان عزیز، ملاحظه طاهری کریم ما سالهای طولانی شناس هستیم. من در خاطر
ایشان در آن وقتی که در نزد بینای مرکز سرطانشناسی جمهوری بود در نزد وی پهلوش سالهای آخر کارپوس های نو پیدا شد و مرکزی کسله های جلد و شریان خونگذار که پروفسور عارفوف در اونجا همچون مدیر کافدره و سرکرده‌های وزارت تندرستی خدمت می‌کرد. از همان سالها اینا شاگردی پروفسور عارفوف عبدالله یحیی بودند و در آنجا کارهای و حاضر در سخنشان هم گفته گذاشتن کارهای خیلی شایسته را به انجام رساندن و نامزدی علوم‌های طب شدن. اکنون به نظر من آن خصلت‌های نیکی آدمیگری که در انسان باید در هر یک آدم باشد، این خصلت‌های نیک آدمیگری، انسانگری، آدمدوستی و دستی به آدم‌های افتاده دست داده از زمین برداشتن یکی از خصلت‌های بهترین انسانی موضوع طاهری میباشد و همین کارهایی که اینا در ساحه طب کردن یک زمره کارها و تاریخی نیاگان طب و کارهای زکریا الرازی، کارهای ابوعلی ابن سینا، خواندن و دانستن القانون فی الطب ابوعلی ابن سینا و تصویر آن و آن داروهایی که در دوره قدیم در بخارا، سمرقند، خوجند و دیگر شهرهای قدیم آسیا میانه آسیا مرکزی استفاده می‌بردند. آن نامبر این داروها رو اینا از نو به حیات تبدیل کردن و غیر از این باز خیلی یک گروه داروهای نو که اینا در گشت و گذار مل در دشت و بیابانها در کوهسارها می‌گردند در همانجا اساس همین داروها رو کشف کرده و این رو به بیماران پیشکش کرده توانستند. ملاظهور طاهری یکی از شخصان بزرگی تاجیکستان به حساب می‌روند. به نظر من ستاره‌های درخشان تاجیکستان یکی از فرزندان بهترین خلق تاجیک میباشد و آن داروهایی که اینا اختراع کردن و آن ثروت‌های خیلی مفید که ما حاضر همه ما شنیدیم، این ثروت‌ها این داروهای اختراع کردن برای بیماران خیلی ضرور است و آن آدم‌هایی که این داروها را استفاده کرده از این شفا یافتند خیلی زیاد هستند. من از تحت دید و آن کارهایی که ملاظهور طاهری کرده ایستاده‌اند و اینا را به غیر ساحه طب همچون دوستدار نظم و نثر تاجیک و شعرهای بسیار اینا من با آنها شناس هستم و آن کتاب‌هایی که اینا به قلم خود نوشتند خیلی درباره چند کتاب‌ها حاضر سخن راندن. کتاب‌ها پیش از 40 رساله کتاب‌ها پیشکش کرده. این کارها هر یک آدم سزاوار شدنش قین است و اگر نشانه‌های خدادادش باشد، استعداد بلند داشته باشد، آدمی که مهنت دوست باشد و قلمکش باشد و مقصد خودش رسیده می‌تواند. ملاظهور در قطار آن شخصان بزرگ تاجیکستان هستند که اینا قلمکش خیلی بزرگ و قوت هستند. باعث آن که من اثرهای شما را چند اشنا خواندگی شما به من تحفه کرده بودید در اتاق کاری من هست این کتاب‌ها و عموما من ملاظهور من شما را خیلی دوست می‌دارم. هر وقت می‌خواهم که کم باشدم صحبت کنیم یک فیض و برکات گیریم از صحبت‌های شما. کسی که با دوستش
صحبت کند باید دو صندوقی روز باشد در وقت صحبت در وقت گفتگو من صندوق شما را گشاده می‌دانم شما صندوق مرا گشاده می‌دانید چیزی در مغز سر شما هست شما می‌توانید دانید چی در مغز سر من هست مغز سر شما چی هست همین صحبت که شاید صدیقی را دوست می‌داشتن این یکی از صلت‌های بزرگی آدم هست در وقت صحبت یکدیگر را سنجیدن یکدیگر را فهمیدن همدیگر فهمید پیدا شدنش ممکن من به کارهای شما موفقیت‌های کلان میخواهم به شما سلامتی عمر دراز و آمد کارتان خدا دهد و همچون روزها بود پفود دوما بگیتره و درچی آمد کارتان من میخواهم سلامت باشید Sen bu hadise hamkor, ama ben bakıyorum boşuna olsun. Ben de daha da var. Oradaki yaptı. Sonra adını saçında kalmadı. Bu taklifi rahmetli Sadık Gencer, ben parayı tabağı bakıcı okuyor. Ya kasabın paydoşu ki şinan bazıları bakıp bir kızam, acım. Her an ki o hamcı muavini bu sar doktora koyucu okuyor dedim. Hamcı ben boşuna olsun dedim, hamcı hay 24 روز من اونجا من مرتبا بودم و غیر از این اینو اسکاماکان شهر دوشنبه بود منم 2 سال سی من هم دوشنبه بود هر ماه یک بار بچه با می‌بودیم مثلا که تو بچه خیلی تو چخیر من دیگه خیلی مردم ما 60 سال گشتیم خیلی اینو یک خواهد بود ما درباره بدیم دویدن طرز خود بردن شبا خودم چیکاری که حال اینا همیشه گفتن همین های من یک سال 81 باز همین حال من میکنم باز من 77 ببرندم یکی یکم بار من کسر شده یکم تا بابت خونه باشم فرقه میدیم دیروز یک هفته یک نامه زنگ زدم سلام گفتن که ملازمیر طاهری آمدیان آشناتان من گیجا بکنم گفتن که خودشون حاضر همین رومان با من تیز رفتم من یک شما هر با هیچ گفتم نبرید همون شب خانم من تکلیف کردم خانه بیتام ما 4 کرد من اگه ما رومان با خانه دارم که 10 کس باشتم همه گفتم بیگون کرد سال من اگه گفتم که امروز پگاه من با وایتی میسم بودم من بان سال خیلی گفتم که من خیلی یک روز مایم کنیم گفتم که پگاه بعد از بیت من بیکو همین تا ساعت همین یک 5 نمازگره 6 کم از ساعتی 12 اگر اینخیل آدما بشینند یک آدم بهره میگیرد یک آدم خرسند میگیرد حالا هم گفت که اگر آدمی گنده کشیدی سیوم کشیدی اگر آدمی درست کشیدی تو مثلا تبابت نوشت اینا همین یک اینا چیزی که گفتن هم شاعر من همین کتابای همش خواندگی شبا و خیز من با میگم بغیر از این با من بغیر از کتاب اینا من وای وقتی گزیتی زاج میگیرم لیچین پیسم میگیرم دکتر باشه ایبالیت میخونم همشه میخونم با گزیتی حاضر هست که میبرد سلامت باشه همه هم کتابایی که اینا نیستگی اگر همین ورقی کتاب پوشش بیندگر همدنه خدمت های اینوه اگر باشه بنابرد گردگر همدنه یک هم خهرمانی دادن در که شما بایدم من همین سال منم که همین 38 سال آرام کوکر چکه شما بودید همدید میخوام من کتاب نیستگی من دیگه چاپ من دادگیم نیه و یک بار شما هم گفتی یاری اکو هم گفتن که دادواجه این گپای جنگ اگر سال 90 92 اگر تن نویسه کن 93 یک تن تحقیق کن میماند دادرم 30 سلامت باشه انا همین که همه اردنی که روی چی سیدی ترسیه همدنه ایخر اردن هنچی میشه آدم منه ما باشه تاجیکستان نیست. سیاست سلامت باشید. فرزنداتون استادای ارجمند یک جان تشکر از این بهترین تحفه برای شخص نیست که استادها در حق شاگردشان اینقدر سخنهای صمیمی بود. از این سربلندی و افتخار مادر تاجیک نیست که فرزندش و اینقدر احترام و صداقت و اینقدر
خطشناسی بلند استادان سزاوار رشته باشند. راستی من باطنا اشک می‌ریختم وقتی که استادای ارجمند اینقدر در حق شاگردی معنویشان سخنهای ناب میگفتند. 4 پیر هست: پیر پدر عروس، پیر استاد علم و پیر استاد کسب. نگاه کنید، هر استاد کسبشان، هر استادای علمشان اینقدر سخنهای ناب گفتند و دعا کردند که به مرتبه بلند این استاد ارجمند ما دکتر طاهری رسیدند و افتخار استادان و استاد عزیز یک کفگویی دیگه شما. دستور رو در مقابل من هم با بانده اگوی رسم هستم و این خرد کردن هم مهنت است، زحمت است و شما با وجه میارن و وجه که آمدید صحت بشید، تندرست بشید. بسیار میخواستم که برای طبع شما رو خاطر خرسند کردن، خستگیتان رفع کردن. غیرت جان عزیز، خنده هم تا روز انسان را تباهت میکند. مرحبا. رحمت قرصه کن رحمت در میر خاطر شنیدان حاضر تلویزیون رو دیستان تمام دنیا با کریز است. قرصه بیا کریزیس آمده شما با حاضر شنیدان جایهای قرصه کن من خودم اشاره کرده میمانم گفتم میلش من. السلام علیکم پدران معتبر، مادران مهربان، برادران عزیز، خواهران شیرین، دوستان ارجمند. لفظ خوش گفتن خوش است. گر شخص عادت می کند جسم جان کس زی حرف دوست راحت می کند. در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم دو روز انسان را تباوت می کند. خنده نمیره عصب را آرام میکرده است، مستحکم میکرده است. این فرد این سود را پیشگیری پرفلکت میکرده است. کسلهای استما، سیر، معده روده را تباوت میکرده است. خندیده میگشته آدم خارش نمیشد است. ببینید خنده رگ گردن را برخواد میکرده است، راههای نفس را تازه میکرده است. خنده هضم تمام و کمک میرسانده است. یگان کس مساج نکرده که جایدان مساج میکرده است. یعنی روی کند آجینای روی اتوب میکرده است. خنده نه فقط داره، خنده مشکل کشا بوده است. خنده رزق، دولت، بایگری، فیض برکه بوده است. خنده این نشانه خوشبختی بوده است. اینو ببینید با یک کلمه بگم نوزمانی من روسیه смерть или улыбка, она сама ничего не стоит. Но людям многого дает, сказал великий мудрец 20 и 21 века мировой доктор Муллазухир Тохири. نمیره همین قدر پیغمبران گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم آدم ها میداده که هیچ چیزتان نباشد، یگان چیزتان نباشد، هیچ نباشد، با تبسم نگاه کنید گفتن. چرا گفته پرسیدن؟ چون که خنده تبسم از همه بهترین صدقه گفتن. اینه ببینید خنده با گفتن پیغمبر ما پروردگار مهربان چهرک شده است، بنده های چهرک شده را دوست می‌دارند. یک دقیقه از صدق دل خنده کنید، یک سال عمرتان دراز میشه است. خدا را شکر 37 سال باز خدمت خلقنده غیرت جان همراه کنید. خدمت خلقنده اینه بر 37 سال باز هنرمندان مردم جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم نیمرد، عبیدالله رجب، سید مراد مردان، هادی و شادی، در ازبکستان ارگش کریمov، روزا کریمov، بختیار اخچارov، حسن گلداشov، حسن شریفov، محمد درویشov، میرزابek خالمیدov، عبدالله اکبرov، ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان ازبکستان حاجیبای تاجیبایov، در روسیه میخائیل زادورنov، کلارا نومیکova، ولادیمیر میناکور، گنادی خزانov، یevgeniy پترزاد، این همش مرا شاگردهایم میشه. دیدید اصلا اونا همش منبع حق استادی دارن، لیکن صنعتی اصلیه حجمیه همه ساله کنده توپ بوده که بزنید، توپ بوده که بزنید گوشتان به میفورد، خلفی دلتان کشاده بشد، در روی چهرهتان تبسم پیدا بشه. یک موسیقی چپانی کهنه داشته است، وی چپان همه خیلی کهنکی کهنکیش پختای 100 سفیدش سرخ شده رفتگی، یکنی میتونه چپان 1 متر شده موندگی. اینه ببینید
با همین چپون پوشیده میگذاشت 5 تا پسر داشت سر کلانش داداش بوده نصیحت کرد از زمان هم میگه تو پیش فرزندو این مسئله پدر مادر یهو کنه میگه واسه فرزندو پدر مادر مسئله میگه او دادا آتش داد آدم شرمنده کسیده کشیده پرته چپون چی کار نکنه چپون چی کار نکنه کشیده پرته خدا راش کن شما با خانه با پوشید مایلش حوله با پوشید مایلش کوچه با پوشیده بارا مسئله محله با آدم با قبض است اولی ما خندیست مسخره کرد موی شرمنده کسید دادا کشیده پرته دارینه و خدا راش کن 5 تا پسر دار همه ما راستیه چه خواهیم شما با زوادی چپونه ساخته میکنیم هر روز یک چپونی نام میپوشید دادا کشیده پرته دارین چپون چه کنه یاداد داداشم خواهرش میدست ملک اساس این چپونچه کهنه این چپونی تبرک چپونی مقدس چرا چپونی تبرک این چپونی دامادی و من این چپون پوشم سالهای دامادی یادم نمیاد من یاش میشم جوان میشم من سیر حرکت سیر غیرت میشم من یگید میشم فهمیدی یگید میشم باید کم پیرش شنیده چیزی گفته است های میسافید اگر گپت راست باشد همین چپون را شبانه پوشیده خواب کنید نمیشود کوههای بلند چی در کار برفش نباشد دل عاشق چی در کار یارش نباشد باقی ایران چی در کار یعنی تالش نباشد کمپرهایم زخ می شود چالش نباشد این روایت حضرت ما چی گفتن این همش حکمت است همش همین خلق من سرچشمه ایجاد من از حق میگیرم از حق از قرآن کریم از حدیث پیغمبر میگیرم مسخره حرام لیکن خنده کردم تنقید کردم